از حدود 9 سالگی وارد مبارزات انقلابی و اینها شدید. از طریق معلم ریاضی ما یک شکنجه ناب شدم. با این همه شکنجه ها بودم یک اعتراف ندارم. اولین دیدار من با امام خندش گرفت و هنوز شهید نشدی. شما که برای خدا کار میکنید با هم مختلف شدید. در اون زمان اصلا کسی به فکر حکومت اسلامی نبود. یکی حرکت انقلابیه. اومدن گفتن ما میخوایم در ائتلافتون بیاییم. مثلا گروه شیعیان یک تشکیلاتی بود مثل تشکیلات فدایان اسلام بدون خط مشی مسلحانه. در زندان آخر اونجا جای راستگویی است. سال 43 تو هنوز دنیا نبودی؟ نه خیر. خیلی خوب. شام با بالگرد و فرح اومد بالا و یاران من کجا؟ به در رفتن ادم و رضا ژنرال هایزر رو فرستادن با اختیار کشتار تا 1 میلیون نفر. به نام خدا و سلام. با یکی دیگر از ویژه گفتگوهای آنچه گذشت با بررسی زندگی، سابقه مدیریت، خاطرات و ویژگی‌های خاص مدیران و سابقون نظام جمهوری اسلامی همراه شما هستیم. این قسمت مهمان عزیزی داریم، جناب آقای بادامچیان، خیلی خوش آمدید. یه بحثی وجود داره که جریان‌های چپ خیلی زیادی رو مطرح میکنن، اونم اینه که اساساً مبارزه با پهلوی رو ما انجام دادیم، امام و مذهبی‌ها اومدن سوار موجی شدن که ما راه انداختیم. بخشی میگن که نه، این نهضت عظیمی که حضرت امام راه انداخته اصلا یه جریانی بوده و این که خود حضرت امام یه اشاره به این دارن، میگه اونا هیچ نقشی در این نهضت نداشتن. من میخوام اینو بدونم که اون نهضتی که امام ازش صحبت میکنن که جریان چپ هیچ نقشی توش نداشته، این تمایزش با اون چیزی که ما به نام جریان انقلاب اسلامی میشناسیم چیه؟ و اساساً شما رو اگر ما به عنوان قله جریان اسلامی در نظر بگیم، شخص شما منظورم هیئت‌های طیف شما و شما قله این کوه در واقع اسلامی دیگه، جریان اسلامی، شما خودتون رو با جریان چپ چجوری تنظیم می‌کردید؟ به ویژه تو زندان و به ویژه بعد از تغییر ایدئولوژیک و صراحت اونها توی این ماجرا. ببینید این انقلاب دو تا ویژگی داره. یکی حرکت انقلابیه. حرکت مسالمت آمیزه مثل آقای بازرگان، پارلمانی و انتخابات و اینا نیست. پس هر کس مثل نهضت آزادی، مثل جبهه ملی، اینا توی این مبارزه با شاه بوده اند، در مبارزه با شاه نقش دارن. چون اینا مخالف بودن، جز مبارزین بودن، زندان رفته آقای بازرگان اینا. اما در انقلاب دست نداشتن چون انقلابی نبود. آقای بازرگان در مصاحبهش در سال 59 با آقای پروفسور حامد اولگار به صراحت میگه، با خانم اوریانا فالاچی هم میگه من با امام اختلاف دارم، اختلافم شدیده. ما به نوفرشات هم که رفتم که به امام بگم امام چرا میخوای شما این کار رو؟ الان انقلاب نباید کرد. انقلاب چیزه؟ شما اول باید بیاین گام به گام از نمیدونم مطبوعات شروع کنیم، بعد یواش یواش بعد انتخابات آزاد بخوایم، بعد مجلس، بعد و لذا به امام میگه. اصلا تو حامد اولگار عبارتش جالبه. این مصاحبه با آقای حامد اولگار بازرگان نهضت آزادی جزوه کرده، این مال دیگران نیست که بگم گفتن نقل از قول دیگرانه. آقای بازرگان به آقای حامد اولگار میگه من اونجا به امام گفتم که آمریکا اجازه نمیدهد در ایران انقلاب بشود و دیدم امام هیچی از سیاست سرش نمیشود. همینجوری با این عبارت ها گفتش که امام که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. گفتم امام آمریکا قدرت بد، قدرت شر، اما این قدرت شر رو باید در محاسبات سیاسی چیزی به کار به نظر گرفت. اینجوری نمیشه. دو مرتبه دیدم امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. درسته؟ خب ببینید آدم رفته به امام هم تو سخنرانیش میفهم، میگه خودتون اومدین تو گفتین انقلاب نباید بشه. پس ما در حرکت انقلابی گروه‌های مبارزه غیر انقلابی رو نمیتونیم صاحب نقش ببینیم. این بخش اولش.
بخش دومش مسئله اسلامیه. توجه میکنید؟ خب اون گروه هایی که اسلامی نیستن اینا میتونن تو انقلاب اسلامی نقش داشته باشن؟ گفتش که اون یارو مؤذنه میگه از قول مسلمان‌ها اشهد ان لا اله الا الله. گفتن چرا قول اونا میگه قول خودت نمیگی؟ گفت من مسلمان نیستم. اینا آدم خوش صدا نداشتم، من خوش صدام، من غیر مسلمم میگم، من میگم قول مسلمان‌ها. خب ببینید اینی که اینها میخوان بگن واسه انقلاب، آیا شریکای فدایی خلق برای انقلاب اسلامی کار میکردن؟ نه. پس بنابراین در انقلاب اسلامی هیچ نقشی نداره، اما در مبارزه با شاه نقش داره. سیاست ما با اینها چه بود؟ سیاست امام هر کس با شاه دعوا میکرد باش دعوا نمیکرد. سال 40 تقریبا 3 بعضی از دوستان ما با انجمن حجتیه از این داغ‌های اینجوریمون با اونا برخواستن. ما در مسئله مؤتلفه بحث کردیم که ما نباید با انجمن حجتیه وارد دعوا بشیم. اینا دارن با باهائی‌ها دعوا میکنن. این عبارت من تو اون جمع گفتم اینا دارن با باهائی‌ها دعوا میکنن، شما میخواین برین با اینا که با باهائی‌ها دعوا میکنن دعوا بکنین که چیکار؟ الان مشکل ما مشکل باهائیته. امام توی بحث دیگه فرمود موصل ما الان شاه از هر کس میره پلوش. آقای احمد تو خاطراتش نوشته میگه رفتم گفتم مسیحی های تبشیری دارن، امام فرمود برم اتفاق شاه برود همه اینا حل میشود. درسته؟ ما واقعیتش این است، امام معتقد بود هر کس علیه شاه کار میکنه ما باش برخورد نکنیم، اما کمک هم نکنیم. منتها ما با سازمان مجاهدین خلق که سال 49 تو منزل شهید لاجوردی بحث کردیم و گفتم که بعضی آقایون مثل آقای طالقانی، مثل آقای حتی مطهری، من به اذن من شریک همه جانبه سازمان مجاهدین خلق بودم، نه به اذن خودم، با اجازه آیت الله شهید مطهری گفتن که آقای طالقانی اینا رو چیز داره، باشون همکاری کردیم. خب ببینید واقعیتش این است که اینا رو به عنوان یک گروه اسلامی دنبالشون رفتیم. بعد که معلوم شد که اسلامشون التقاطیه خب ازشون جدا شدیم و خداوند عنایت کرد با اون نقل فتوا پالایش نیروهای مذهبی رو کردیم و چیزه. بعد معلوم شد که اینا بله. بسیار. بنابراین اصل مسئله اینجاست که در انقلاب اسلامی ما، اونم انقلاب اسلامی به رهبری امام و خط فقاهت و ولایت و خط امامت، تنها کسانی نقش دارن که به انقلاب اسلامی، نه انقلاب مارکسیستی یا انقلاب غربی، به اسلام امام، نه اسلام های این گوناگون خود اسلام آمریکایی یا انگلیسی که به درد می‌خوره، چیه انگلیسی به درد مزاحمه، با این انسان باشه اینو نقش دارن، اگر نه نقش ندارن. و ما هم در گام دوم انقلاب تمدن نوین اسلامی رو می‌خوایم، دولت کریمه اسلامی رو می‌خوایم، جامعه نمونه اسلامی. شما صحنه جاودان توی تاریخ انقلاب خیلی زیاد دارید، ولی یه صحنه‌ای که ما از شما تو ذهن ما جاودانه اون صحنه بهشت زهرا و سخنرانی حضرت امامه. من میخوام یه سوالی بپرسم، اونم اینه که خب ساواک همچنان قدرت داره، یعنی بالاخره ارکان سلطنت برقراره وقتی که امام در 12 بهمن تشریف میارن ایران. از یه طرف هم شماها متهمید به اینی که بازاری بودید و خیلی سر از این چیزا در نمی آوردید و ولی ساواک رو شکست میدید به تعبیری، یعنی به معنای دقیق کلمه یک عملیات اطلاعاتی امنیتی میکنید، امام رو از مهرآباد میبرید در واقع بهشت زهرا، آره، و بعد در واقع به همون منزلی که در تهران و بعد در واقع اون اتفاقاتی که بعداً توی خیابون ایران رخ میده، مرز رفاه و اینها. من فکر میکنم، یعنی به عنوان یه آدمی که خب حداقل میشه گفت مطالعه‌ام خوبه تو این فضا، ما به این بعد این ماجرا کم پرداختیم. یعنی احساس میکنیم که بله یه جمعیتی بود و یه امامی اومد و یه سرودی خونده شد و امام اومدن سخنرانیشون رو کردن. من
اصلا نمیتونم بپذیرم که شما بگید که نه بله همین جوریه. مثلا من این پشت صحنه اینو خیلی دوست دارم بشنوم و بخونم که چه اتفاقی رخ داد که شما امام چه سری تکون میدید. من چه کنم آقای صدرایی؟ 2 سال پیش ما برای مرکز اسناد انقلاب اسلامی یک کتاب منتشر کرده به نام کمیته استقبال. توش بعضی از این دوستان لیبرال ما خود بزرگ بینی داره اجرا کردن که آقا من فلان، مثلا یکیشون میگه آقای مطهری گفت ما تشکیلات بلد نیستیم، کارا بلد نیستیم، شما بیا همه کار انجام ما رفتن میکن. تو خلاف میگه. من صراحتا بگم به شما، سال 56 که ما اومدیم بیرون و با نظر امام اومدیم بیرون، بله. برای اینکه آزاد بشیم و بریم از زندان خستشون با نشاط زندگی میکردیم تو راه خدا که دیگه آدم چیز نیست. کرد شد تو با منی من دل خوشم گر بود در قلب حسن. بعدم که اومدیم بیرون یه راست رفتیم تو مبارزه، یعنی باز از عسکرولادی من عراقی نمیدونم همه تو مبارزه بودیم تو سال 56 57. پس برای راحت طلبی از زندان نجات یافتن نبوده، تکلیف بوده. جالبه که این آقای چیز مال کمونیستاست میگه که اینا وقتی دست جمعی مؤتلفه یا تو زندان سال 56 اومدن بیرون، این معلومه از بیرون بهشون دستور داده و شده و الا با یکیشون هم اومدن. بعدم اینا همه دو منطقه اومدن بیرون مبارزه انجام دادن. این که ما در رابطه با اونجا اومدیم، خب ساواک قدرت داشت، اتفاقا تازه قدرتش مضاعف شده بود. یه روز تو زندان اوین رسولی سرشکنجهگر ساواک که خیلی هم شکنجهگر پلید کثیفی بود و مدیر داخلی زندان اوین هم بود، اومد در اتاق ما که ماها با آقایون علما و اینا سران مذهبی اونجا بودیم، رفت و گفت همه بیان و چیز و اینا و بعدم گفتش که من اومدم به شما بگم پاشین بریم دنبال کاراتون، بریم به زندگیاتون برسیم. کار تموم شده. ما گفته بودیم که اینا مارکسیست اسلامی هستن، اینا اسلامش اسلام مارکسیستیه. شما میگفتید نه از اینا حمایت میکردیم. حالا معلوم شد که ما راست میگفتیم، مردم هم فهمیدن، این را معلوم شده، خود شما هم فهمیدیم. از اون طرف ما سازمان چریک‌های فدای خلق رو زدیم، ظرف 40 روز 60 تا سرانشون رو کشتیم. راست هم میگفت، خیانت کردن سازمان منافقین بهشون و به کشتنشون دادن که تضعیف بشن بیان زیر بلیط اینا. جنگ قدرت چیز خیلی بدی. بعد هم نزدیک به 3000 نفر افراد علاقمند به سازمان مجاهدین خلق رو وحید افراخته لو داده، همه‌شون دست ماست. شما هیچ کار دیگه نمیتونیم کنیم، پاشین برین من به شما بگم منبرتون بریم بریم به کاراتون برسیم. داشت رجز میخوند. خب آدم عادی در مقابل این قضیه میگم نه خیلی خب باشه متشکریم فلان. ما که نباید دشمنان خدا رو بذاریم سر حال بیان که خدا رحمت کنه آقای عراقی رو. گفت راستی فلانی که چیزای حسابه، گفت 2 تا دختر عقب افتاده داشت، خیلی مشکل بود، هنوزم گرفتار اوناست. این یعنی مسخره کردن. او داره از آسمون میگه. مرحوم آقای طارقی گفت آره من خیلی دلم به حالش میسوخت، پس وقتا میومد بهش میگفتم که بسنم فلان. آقای چیز میگفتش که از اون آقای هاشمی هم گفت پاشو برو، تا نمیخواد برای ما چیز بدی، ما خودمون با عقلمون میرسه چی کار کنی، تا حالا اومدی به ما رهنه بود میدی. مسخرش کردن چون میکنی. بقیهش دیدی فایده نداره با این مؤتلفه یا علما حرف زدن به جایی نمیرسی باشه چیش رفت. خب ببینید این در این اوج احساس قدرت میکرد. ما هم که اومدیم بیرون
با ملاحظه و با تدبیر عمل کردیم. تشکیلاتی که ما راه انداختیم در یک هسته مرکزی 100% را انداختیم که من در اونجا بحثم شد با عراقی و با آقای مرحوم دکتر عباس شیبانی. اونا میگفتن همه باید باشن، من گفتم نه، حلقه مرکزی، دایره مرکزی 100% باید خاطر جمع باشه تا اینکه بیرون لو نره. بایلا به دیگران میگن، اونا دوست دارن چیزن. آقای عراقی گفت فلان کس از اعضای شورای مرکزی اون نباید باشه. گفتم بله نباید باشه. گفت چرا؟ گفتم با یکی از این گروه های لیبرال چپه، نمیخوام نام ببرم اینجا، ایام اصلا هیچ دلیل نداره. گفتم با اون رفیقه میره به اون، از طریق اون لو میره. شیبانی گفتش که تو مبارزه باید همه باشن. گفتم همه باشن، هیچ حرف نیست. هسته مرکزی 100%، حلقه بعدی 90%، حلقه بعدی 80%، تا 5% هیچ اشکال نداره. مرحوم آقای اسکرانادی پشتیبانی من در اومد، یک بحث خوب قشنگ کرد، رأی گرفتن، رأی نیشد که این هسته 100% باشه و اون هسته 100% شد. الان این هسته که میفرمایید کدوم هسته؟ همونی که گفتم یه دونش مونده، مونم منم. آها خب. همه شهید شدن. گفتم دیگه بله، از بله. خودم بله. از تهران. آقای نه میخوام مهدوی که این هسته چی کار میکردن؟ خب این هسته بلافاصله اومد، خط مشیش رو گذاشت حرکت مردمی میلیونی که شما میبینید ما در 2 سال 56 57 کار مسلحانه نمی کنیم. بله. بله بعضی گروه ها اومدن رفتن مثلا توی اصفهان، همین دوستان مجاهدین انقلاب اسلامی بعدی اون رستوران چیز رو آتش زدن یا منفجر، یا در مسئله اینجا بعضی از این کار کردن. اینا ربطی به ما نداره. بله. ما خط مشیمون میلیونی، حرکت های میلیونی بود. برای اینکه این حرکت میلیونی انجام بشه چه کار باید بکنیم؟ رهبری امام، که خب امام هم اومد به صحنه و شروع کرد. چرا این بار امام همجور هر روز پیام میداد؟ چون دیگه مطمئن بود که زیر مجموعه‌ای که داره براش کار میکنه، امام میگه از خونه بیا بیرون، میاد. میگه نه یا نمیاد. بعد از ظهر روز 21 بهمن اونجا صبح گفت، اونها حکومت نظامی کردن، خبرنگارا جمع بودن دم همین بغل کبابی حاج عبدالله. بله. اونجا خیابون ایران. اما پرسیدن که امام نظرش چیه؟ گفتم نمیدونم، ولی امام میگه اعتنا نکنید، بریزید به خیابون. و شما دیدید که ساعت 4 بعد از ظهر ریختن تو خیابون. و جالبه که مجاهدین انقلاب، خیلی از این لیبرال های دوستان ما، نهضتی ها، اینا میگفتن که این کار امام خیلی اشتباهه، مردم دارن میدادن. ببینید این بحث ما، پس بنابراین مسئله حرکت مردمی میلیونی، بعد چیکار کردیم با این مسئله بی سر صدا که ساواک نتونست ما نفوذ کنه. این کمیته استقبال هم از همون جمع تشکیل شد. بله دیگه، اون جمع همه این تظاهرات انجام داد. اولین راهپیمایی که جریان مدرسه، جریان عید فطر قیطریه رو از اینجا بود که شب اون پلاکاردها رو داشتیم می نوشتیم. مرحوم آقای مفتح تازه از زندان اومده بود، گفت اینا چیه دارید می نویسید؟ گفت چیز، خندید بهش حاج جواد رفیق دوست، گفتش که اینا برای نماز جامعه نماز عید آقای مرواریده، اون برای شهر داره میخوره، شهرها اونجا میخون. بعد گفت چیه؟ گفت خب دیگه حالا بقیه‌اش هم چیز دیگه یه کاریش میکنیم. گفت بابا حالا ما تازه اومدیم. خندید، خدا رحمتش کنه. آدم شجاعی بود، انصافا آدم پاک خالصی بود. بعد قرار شد نماز جماعت عید ایشون بخونه، سخنرانی رو ایشون نکنه، آقای با هنر بکنه. خب خطبه نماز امام جماعتشه و ایشون نماز خوند. قرار شد پایان چیز هم، پایان خطبه ها آقای با هنر بفرمایند که ما کارمون تموم شده، از اینجا به بعد دیگه ما کاری نداریم، به ما مربوطی نیست. بعد قرار بود که راهپیمایی را بندازیم. آقای بهشتی تو منزلشون، همون توی یخچال اونجا قلک منتظر بودن. خدا رحمت کنه شهید درویش رو، بخوی این آقای درویشه که تو جبهه شهید شد.
این با شهید اجارهدار و شهید مالکی اینا بودن. اینا قرار شد پیگیری کنیم که اگر جمعیت خوب شد آقای بهشتی بیاد جلو وایس نماز و از اونجا بریم به طرف میدون آزادی. یعنی نماز ظهر برآوردتونی بود که به قلهک برسید؟ نماز ظهر در دروازه شمرون بخونیم. دروازه شمرون با شهید بهشتی؟ با شهید بهشتی. آها. وقتی جمعیت اومد پایین پلاکاردا رو وا کردن بچه ها. من خودم توی چیز نبودم، توی اون راهپیمایی نبودم، از بیرون مراقبت میکردم. اون موقع پلاکاردا رو وا کردن، جمعیت رو افتاد. جمعیت سرازیر شد، اومد طرف توی جاده قدیم شمرون، جاده قدیم که الان رسید سر دروازه شمرون. به آقای بهشتی توسط همین درویش، نام آدماش هم دونه من میگم بهش، خبر دادیم که جمعیت حاضر داره میاد. آقای بهشتی اومد دم چیز دروازه شمرون وایساد نماز خوند تو خیابون. خیلی ها از جمله این جانب نماز بدون وضو چون که اونجا آب نبود که وضو گریم. ولی خب نماز خوندیم. بعدم راه افتادیم رفتیم که بعد شما گفتن که آقای بهشتی گفتن شما عقب باشید. گفت نخیر، که بعد تو سخنرانیش میگه که ما اون روز گفتیم ما باید جلو باشیم. گفتن خانم ها بیان به اصطلاح جلو که اینا خجالت. گفتیم نه، خانم ها عقب، ما خودمون چیزه نه برای راهپیمایی اومدیم تا میدون چیز، اومدیم تا میدون آزادی. اعلام کردیم که روز شما در واقع خیابون شریعتی فعلی رو اومدید پایین شمرون فعلی، درسته؟ آره دیگه. بعد اومدید سمت چپ که بیایید، اومدیم رفتیم تا میدون آزادی. تا میدون آزادی با رهبری بهشتی. خیلی راه بوده. آره خب خیلی راه بوده. از بیتریه تا آزادی، یعنی شما شریعتی رو اومدید پایین پیچ شمرون فعلی، نماز خوندیم، بعد رفتید آزادی. بعد مردم بهتون میپیوستن؟ بله تو راه همینجور اومدن. ما که به میدون آزادی رسیدیم جمعیت قابل مقایسه دیگه نبود. اونجا اعلام شد روز 16 شهریور راهپیمایی داریم. و به همین علت تشکیلاتی که داده بودیم با گذشته و سوابق و اینها، روز 16 شهریور راهپیمایی انجام دادیم که آقای شیخ عطار با یک عده از بچه ها گروه موتورسیکلت سوار را انداخت که عکس امامو گرفتن جلو چیز تو خیابونا رژه رفتیم. سیاست جیمی کارتر هم این بود که یه مقدار آزادی مشروط بدن تا مبارزین رو بشناسن. به این علت در آغاز شاه معتقد نبود به مدارا، ولی اونا میگفتن فعلا مدارا کنین تا بعد بکوبیم. یه مقدار که شاه اشتباه آمریکایی چیز بود این بود. بعد من خودم اون روز توی خیابونا که سر میکشیدم مثلا همین تیپ موتورسیکل سوار رو دم این بیمارستان ارتش هست اینجا، این تا اونجا اینا به اونجا رسیدم و استفاده کردم و خودم بررسی کردم. آقای ناطق بود، آقای بهشتی بود، کجا بود، دم مسجد صاحب زمان سخنرانی کردن. گفتن ما دیگه راهپیمایی نداریم و امروز تمامه. خبرهایی که به ما رسیده بود این بود که رژیم میخواد برخورد جدی بکنه. به همین علت به اصطلاح اما مرحوم آقای عاشق یحیی نوری که بهش علامه نوری میگفتن آدم فرهنگی بود و خب یه مقدار هم اطرافیان علاقمنده به خودش داشت. اینا این رو توی میدون آزادی رو دوش گرفتن 16 شهریور، اینا پخش کردن که فردا 8 صبح میدان ژاله رو. و بعد هم شب برنامه ریزی کردن اینها. شب صبح ساعت 5 بود، 5 خورده‌ای، مرحوم آقای قدیریان سردار که از بزرگان این انقلاب انصافاً به من زنگ زد، گفتش که خبر رادیو رو شنیدی؟ گفتم چی؟ گفت 19 شهر اعلان حکومت نظامی شد. گفتم پس امروز روز حتما کشتاره. گفت چرا؟ گفتم اگر حکومتی بخواد حکومت نظامی اعلام بکنه
معمولا شب اعلام میکنه تو مردم فردا بیرون نیا. اینا که شب اعلام نکردن، سحر اعلام کردن، اونم صبح، که خیلی میخوان فردا بکشن و فردا کشتار اون میداریم. گفت چیکار کنین؟ گفتم که من بالا بررسی میکنم میگم بهتون. بررسی کردیم توی رابطه با این قضیه با دوستان، بحث شد که به آقای نوری بگیم که فردا این هر حادثه پیش بیاد میذارن گردن شما و شما رو اعدام میکنم. شما اگر میخوایی چیز و بیا اعلام کن که جلسه نیست و خودت بکش کنار. و بعدش هم به تمام بچه ها دستور دادیم تو شبکمون که از رفتن به میدون ژاله خودداری کنن. بعد هم یک گروه گذاشتیم که اکیپ برای راه های ورودی به میدون 17 شهریور که افراد نیان تو میدون، هر کی اومد ردش کنن. بعد هم بیمارستان ها اینها رو گروه امدادیمون که برای پزشکی اینها بود اونا مراقبت کردن که همه بیمارستان ها آماده باشه. گروه تظاهرات بهشت زهرا هم همینجور، اینا هم آماده باشن برای اینکه چیز نشه. که محبوبه دانش شهید شد اون روز، اون جاش اون طرف میدون شهدا در حال جابجایی مجروحین اینا بود که شهید شد. توجه میکنید؟ بله. پس بنابراین اون روز این کار کردیم. از ظهر هم قرار شد که تیم جوان ما تظاهرات رو شروع کنه، بعد از ظهر تا آخر شب حکومت نظامی رو در هم بریزه. و لذا بعضی از اونایی که مثلا اون روزا جمعه شما مثلا همه آقای قاسم امانی است که فرزند شهید امانی است که توی بهشت زهرا خدمت مقدم گفت به ما. این گروه هم انجام وظیفه کرد تا 2 بعد نصف شب. 2 بعد شب باز پرسیدن، گفتم برید دیگه، حکومت شکست تا 12 شب. پس بنابراین مسئله ای که در این که شما میفرمایید با بودن ساواک، بله ساواک بود، ولی یک سیاست جیمی کارتر بود که کشتار رو او جایز نمیدونست، میگم موجب تشدید میشه. و در رابطه با مسئله حرکت ما یک حرکت مخفی غیر قابل کشف بود، لذا شاه نتونست بفهمه ماها کی هستیم. و به همین علت در رابطه با این حرکت های مردمی بعد میلیونی به گونه‌ای شد که دیگه جلوگیر نبود. سیلاب اومد، بله. تجهیزات دولتی و حکومتی و اینها امکانش نبود بتونه نگه بداره. و به همین علت در راهپیمایی روز تاسوعا ما دعوت کردیم که همه بیان. بخشی از روحانیت، من اول اونا رو بگم، بخش کمشون گفتن ما به شرطی میاییم به افراد مسجد اونا میاریم که شما شعار مرگ بر شاه ندید. دوستان نهضت آزادی، همین آقای بازرگان یزدی و آقای به اصطلاح چیز، اینا هم گفتن ما به شرطی میایم که شما شعار علیه سلطنت ندید. ما در بحثمون بحث شد چیکار بکنیم، چون اکیبشون جمع شدن سر این مسجد قبا توی محل تجمعمون انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر آقای بازرگان بود که خودش توی خاطراتش میگه با اجازه آقای باتلر آمریکایی را انداختیم و که در نیویورکه. ما اینجا رو گذاشته بودیم به محل همین سرتیم‌های گروه هایی که تقسیم کرده بودیم که شب می اومدن، من اونجا میرفتم چیز میکردم. من آقای بنی اسدی هم گذاشته بودیم، داماد آقای بازرگان و اینها. توی اونجا رفتیم. این کار که انجام شد من یادمه، من با آقای مهدوی تو خیابان ناصر خسرو داشتیم اومدیم، این شعار بده ما که پشت وانت بود به اصطلاح کمی صداش گرفت، اون اومد پایین، من نشستم شعار بدم.
اومد اصلا به من مسئول گروه شعارم داشتم تو اون که این سرودای آهنگین و اینا از اون تو در بده. خدا رحمت کنه آقای ابراهیم اکبری مسئولش بود. یارانمون رفتن آقای حمید سبزواری خوبه یادش میکنم، آقای مردانی، آقای چیز از اونا، از اون گروه سرود آقای زورق هست که از چیز حالا پیر شده دیگه، ولی به اصطلاح دوستان آقای کاظم نیکنام دیگران اینا اونجا این سرودا رو میساختن، این شعارها رو. ما در حقیقت در اونجا چی داشتم میگفتم که فرمودید که رفتم کسی که میخواست شعار بده صداش گرفت. من نشستم از اون شعارهای خود آقای مهدوی اومد گفتش که بعضی از این آقایون اومدن به من میگن، اومدم وانت گفت میگن که این شعارها یک کمی تنده، آقای بادامچی رعایت کن که اینا بمونن یه وقت ول نکنن برن. شما خیال نکن فضای به همین سادگی 56 57 از اون انحراف سازمان و ناامیدی و قضایا و اینا کار سخته بود ولی انجام شد، برکت الهی بود. بعد اومدیم شب اونجا جمع شدیم، همه ریختن سر من که چرا آقای بادامچی شما همه این مسئولین مناطق مختلف راهپیمایی گفتن چرا شما اجازه ندید ما برگ بر شاه بگیم. گفتم امروز داشتیم امتحان میکردیم ببینیم میزان نفوذ ما تو مردم چقدره. معلوم شد خیلی قویه. مردم یک شعار برگ بر شاه ندادن ها. خیلی چیز جالب بود. گفتم حالا فردا شما هر چی دلتون میخواد بریم بگیم. عاشورا. برای عاشورا. یه آقای خلیل نیا داشتیم که جبهه ملی بود، آدم جالب بود، مذهبی بود ولی افکار خاص اونا رو داشت. لیبرالی. توی همین میدون خیابون آزادی که داشتیم میرفتیم رسید گفتش که آقای بادامچی گفت خیلی من اینا رو که جدی میگم چیز جالب شد. گفت خیلی عالی شد. گفتم بله خیلی عالی شد چون با خودشون هم بودن و اینا دیگه. گفت ولی این آخوندا گند زدن. چرا؟ بعد خدا دعوت کردم مردم. گفت اینا نام کردن که فردا روز عاشورا هم راهپیمایی داریم. امروز مردم اومدن دیگه خسته شدن، فردا مردم نمیان، جمعیت کم میاد، همه چیزایی که این دستاوردهای امروز از بین میره. چی گندی بود زدن تو؟ چرا؟ شما چرا؟ گفتم که راست میگی ایگار. گفتم دفترچه داری تو جیبت؟ گفت چه؟ کاغذ داری؟ گفتم درار بنویس که فردا ما راهپیمایی عظیمی خواهیم داشت. امروز شماها نذاشتید ما مرگ بر شاه بگیم، عیبی نداره. فردا ملت میاد چنان مرگ بر شاه میگه که کیف کنیم. راسته اینو بنویسیم گوشه دفتر دیگه نره. فردا جمعیت عاشورا اونجور ریخت که شاه با بالگرد و فرح اومد بالا و بعد به فرح گفت یاران من کجا؟ و همه رفتن پاریس و واشنگتن و آمریکا در رفتن حدم. اون روز بود که شاه فهمید دیگه به هیچ وجه چیز نمیشه. آمریکا هم فهمید و لذا جنرال هایزر رو فرستادن با اختیار کشتار تا 1,000,000 نفر. ولی نشد. این که برکت امام و رهبری امام و دلسوزی عزیزانمون بله، ولی ما هنوز مورد قهر بعضی از دوستانی هستیم که قدر اون یارانی که به اون خوبی کار کردن اون سالها از اون حالت یأس و ناامیدی در اثر خیانت منافقین و کمونیستا به هم و بعدم فضای اون روز و سلطه اونجا چیز کردن هنوز قدر اونا رو نمیدونن. هنوز استکبار نسبت به این مسائل حساس. خدا خیرتون بده. ما 1.5 ساعت گفتگو کردیم آقای دکتر. خب واسه ما که بیشتر از گفتگو شبیه یک کلاس درس بود. خیلی بعضی از خاطراتتون کمتر شنیده شده یا اصلاً شنیده نشده. بعضی از اینها
برخی از دسته‌بندی‌های شما هم خیلی خوبه. شما نزدیک فکر کنم 50 کتاب دارید، درسته؟ 70 کتاب، 50 کتاب، حدوداً 70 تا کتاب. چقدرشون چاپ شده؟ اینا چاپ شده هاست یا نه؟ حدودش نمیدونم، حدود 30-40 تا 50 تا همچین چیزی، بالای 40 تاست که چاپ شده. چاپ شده. بقیهش مونده. اونی که الان دارم که بسیار چیز جالبی است، اون مربوط به تمدن غربه. خب یعنی چیزی واقعیت تمدن یونان. نشون دادم که تمدن یونان یک تمدن آلوده به فحشا و فساد و کثافتکاری. وقتی میگیم تمدن یونان یعنی تمدن پدر یا مادر تمدن غرب دیگه ها، از این منظر شما نگاه کردید؟ تمدن غرب از یونانه. وقت در اینجا که آیا یونان یک کشور دموکراسی بوده؟ نه. آقای ارسطو، آقای سقراط، آقای افلاطون و اینها در کتبشون، آقای جمهوریت افلاطون که تقریر سقراطه و کتاب سیاست ارسطو، صراحتاً میگن که دموکراسی بدترین حکومته. بله، حکومت و ابلهانه. بهترین حکومت اریستوکراسی، اشرافیه. و من دومین کتاب در این زمینم نقد جمهوریت افلاطونه که یک مدینه، یک فاسقه قاتله فاحشه ظالمه است. سقراط در اینجا میگه که بایستی بچه های ضعیف رو که به دنیا میان کشت. امکانات و ولیزه صخره گذاشتن تو یونان، بچه ها رو مینداختن توی دریا. بعد میگه که باید مردا زناشون رو بدن به آدمای قوی که نصره. این مدینه است، این فاضله است، فاسقه است. بنازم به هنر تبلیغ که بعد ملت میگن دموکراسی از یونان اومده. دومو یعنی مردم و کراس یعنی فلان و اینا. دموکراسی رو آقای هرودوت، من اینا رو هم به مورخین یونانی رو مثلا از پلوتارک و گوستافون هم دادم و جالب آخریش هم از کتاب تمدن ویلدورانت که تحریف بزرگ تاریخ بشره. اصلا خیلی خیانت بزرگی است این کتاب، اما خب فعلا به عنوان منبع و مثلا این هست. و اینجا جالبه که ما در این به اصطلاح چیز این دموکراسی، هرودوت در کتابش میگه داریوش در روز 5 بعد از سرنگونی قوم‌های دروغین که به نام بردیای دروغین بوده، دور هم نشستند و در مورد نوع حکومت صحبت کردند. آقای هوتانه، حالا این اسمش که او میگه ما نمیدونیم، گفتش که مشکل ما در اینجا این است که در حکومتمون یک نفر رو میاریم میذاریم به عنوان شاه و او هر کار دلش میخواد میکنه، خود مختار و خود سره. لذا یکیش مثل کوروش آدم خوبی میشه، یکی مثل کمبوجی بد میشه، یکی هم مثل این موقع دروغین میاد فریب چیز میشه. بهترین راه این است که ما دیگه شاه نداشته باشیم، بیایم حکومت مردم بر مردم را بندازیم، همه مردم خودشون بر خودشون حکومت کنن. بعد یه شعار خیلی جالب میده که از این شعار زیباتر نمیشه داد، میگه زیرا همه چیز از آن مردم و برای مردم است. بله، بسیار این شعار جالب. بله. بعد میگه که به اصطلاح آقای مگابیزو گفتش که مردم همش میتونن بر خودشون حکومت کنن، مردم آدم بی سواد با سواد چیز داره، اصلا معلوم است که توشه اینکه حکومت نمیشه اصلا. از بهتر است که ما بیایم نخبگان رو دعوت کنیم از سراسر کشور، نخبگان کشور رو اداره کنن. بعد توی کتب سیاسی ما همین الان تو دانشگاه‌های ما میگن تئوری نظریه حکومت نخبگان مال کیه؟ پارتوی فرانسوی. بابا این مال گامبیز های مگابیزوی ماست از اون زمان.
بعد آقای داریوش میگه خیلی خوب این آقایون نخبگان این بهتره، اون حرفای هوتانه هم درسته، این بحث حکومت این نخبگانی که شما دعوت میکنید بهترینه، ولی اینا یه نفر میخوان که مسئول باشه اداره کنه، اسم اونو میخواین شاه بذاریم میخواین نذاریم. از این سه نوع حکومت رأی میگیرن، مال داریوش بیشتر رأی میاره، داریوش میشه شاه. و شما حساب کن ببین دموکراسی قبل از اینکه یونان بشه تو ایران وجود تو ایران بحث میشده که اصلا سه نوع حکومت، وقت میگه دموکراسی از یونان اومده به دانشجوی ما. خیلی بزرگواری کردید آقای دکتر، استفاده کردیم از شما هم که تا انتها همراه ما و این گفتگو بودید. بسیار سپاسگزارم.